به نام خدا. سلام به همه علاقه‌مندان به والیبال، همراهان آنتن. بریم به یزد، تقابل تیم‌های فولاد سیرجان و کم‌ایر افغانستان از سری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا. بازی اول دو تیم هست در این دوره از مسابقات که اولین امتیاز رو بچه‌های تیم فولاد سیرجان موفق میشن به دست بیارن. محمد ولیزاده سرعتی زن تیم ملی کشورمون زننده سرویس خواهد بود. اولین سرویس زن فولاد هست. طرفته خوب تو زمین کم‌ایر، یکم پاسورشون کوتاه قامت هست و دریا خواستش بلند بود. علی حاجی پور از منطقه دو سردفاع رو موفق نشد بگیره. دفاع وسط کم‌ایر، دریافت راحت تو زمین سیرجان، پاس برای منطقه 4. یاد و خاطره اون توپی که عمود کرد تو زمین ژاپن رو زنده میکنه علی حاجی پور. سید محمد موسوی توپش خورد به لبه تور. این سمت پاس برای منطقه 2. یه دفاع خوب، باری کلا به اسفندیار، در کنارش محمد ولیزاده. دفاع افغان‌ها رو جواب میدن. به زمین اومده. این بار در خیلی جالب نیست، یه ایس دیگه برای علی رمضانی. علی رمضانی این بار هم خوب سرویس زد، به هر زحمتی از تو دریافت میشه. پاس برای منطقه 4. فکر میکنم آنتن رو زده. ببینید خود رمضانی کارو تموم میکنه یا نه. میبینید دریافت کننده میشینه تا بتونه توپو دریافت بکنه. برگشت تو با دفاع روی تو این سمت منطقه 4. توپگیری رمضانی، ببینیم کارو تموم میکنه اسفندیار. موششو خیلی شیکونت تو زاویه غلیظ بخوابونه، موفق نشد. موقتا در اختیار فولاد سیرجان. علی حاجی پور این ضربه آروم، فکر کنم خطا تور هم دادن اونجا بازیکن‌های کم‌ایر. 25مین امتیاز برای فولاد سیرجان به دست میاد تا با اختلاف زیاد فولاد موفق بشه ست اول رو پیروز بشه. بریم سراغ ست دوم این مسابقه. زننده اولین سرویس امیرحسین اسفندیار بود که سرویسش از دست داد. بچه‌های سیرجان از اواسط ست اول تونستن فاصله رو زیاد کنن در مقابل کم‌ایر رو در نهایت 25-11 ست رو به نام خودشون به پایان برسونن. در دفاع مجتبی میرزاجان پور به هر زحمتی از پاس کوتاه رو میده. علی رمضانی و امتیاز اول فولاد اینجا به ثبت میرسه. کم‌ایر این بار هم میبینید در اصلا جالب نیست، لیبروی کم‌ایر خوش به توپ میرسونه. ضربه آروم رمضانی در اول انجام داد. علی حاجی پور از روی دست دفاع خطا تورم دادن اونجا مدافعین